شیخ طه عبدالله عفیفی در کتاب من وصایا رسول یک روایت، یک قصه را آورده است از زمان حیات بیبی رابعه ادویه رحمها الله. باره میگوید یک دوست شبانه به خانه به حجره رابعه ادویه می آید. از بس که بیبی رابعه بسیار مشهور بود، تا امیر بصره به زیارتش می رفت. تمام حکومتدارا و زمامدارا به دستبوسی و به زیارتش می رفتن. این بیچاره دوست گمان کرده است که خیلی مال و ثروت دنیا دارد. شبانه دزدی میدروید، این طرف و او طرف میکوبد که غیر یک کوزه دست شکسته که در درونش آب است در خانه چیزی نیست. نه یک پلاسی و نه یک لباسی و نه یک متاع دنیا. وقتی خجل می شود قصد خارج شدن از خانه را دارد که بیبی رابعه بیدار بده است، از قفا صداش میکنه: یا هذا این کنت من الاسکیا فلا تخرج بغیر شیء. برادر گفت اگر آدمی به عقل بخیرت باشی دستی خالی ای خانه نبرو. من شرم دارم که تا ای خانه من دستی خالی ببروی. گشت گفت: یا سیده لم اجد شیئا. ای سیده گفت آخه در خانت خاک نیست چی برام؟ من دزدی در آمدم نه که هیچی نیست. دیوگی هیچی نیست، هم یک کوزه دست شکسته هیچ کده در کار نیست. کجا برمش آخه؟ بیبی رابعه گفت: یا مسکین توضع بهذا الابریق وادخل هذه الحجره وصلي ركعتين فوالذي لا اله غیره لا تخرج الا بشیء. مردی مسکین گفت همون کوزه دست شکسته را بگی طهارت که آب داره، در انم حجره بدرو، 2 رکعت نماز بخوان، قسم به خدایی که غیر او معبود نیست دستی خالی ای جنم بروی من برات وعده میتم. این بیچاره دست خیال کرد که یگان جا یگان دیناری به جایی داره میتم. به طمع دنیا رفت کوزه را گرفت، طهارت کرد، داخل حجره شد، در نماز ایستاد. وقتی که تکبیر تحریمه را گفت در نماز ایستاد، بیبی رابعه دست به دعا برداشت: به شب درهای رحمت پروردگار باز است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا که بود در به شب در بندند، الا در دوست کن به شب باز کنند. دستا را برداشت دعا کرد، گفت: سیدی و مولایا هذا اتی بابی فلم یجد شیئا عندی. ای مولای من، پروردگاری بزرگی من، همین مرد خانه من به طلب چیز آمد، نزد من چیزی نیافت. فاوقفته ببابک فلا تحرمه من فضلک و ثوابک. پروردگار من نزد در ایت قایمش کردم، نزد در ایت بازش داشتم. از رحمت خودت، از عطای خودت پروردگار ایرا محروم نگردانی بنده را. و در حق او بنده یک دعای خیره کرد. قدرت پروردگار وقتی که سر در سجده گذاشت، یک نوری تجلی در قلبش غلطید که این مرد خدا مست شد. دیگه دنیا را فراموش کرده، فراموش کرد که در خانه آدمی بیگانه هستم، فراموش کرد که بیبی رابعه وعدش کرده است که یگان چیزت میتم. در همون سجده الهی ایستادگی آبی دیده 6 قطار الله میگفت و میگریست. و وقتی میگه بیبی رابعه نزد در حجره اومد که این چی گریه داشته باشه، صداش شنید که زمزمه میکنه با آبی دیده بناله: اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی و تخفی ذنب من خلقی و بالعصیان تأتینی. وقتی پروردگاری بزرگ از من سوال کنه که از من شرم نداشتی که عصیان کردی؟ تو او گناه و کمبودیات از مردم پنهان میداشتی، از من پنهان کردن نمیتونی که. با کدام رو تو عصیان کردی؟ با کدام رو سرکشی کردی؟ فما قولی له لما یعاتبنی و یقصینی. وقتی که خدای بزرگ مرا از درگاهش برونه، دیگه کدام خاکی را در سر کنم؟ میگه چنان مست و مغرور شد تا دمیدن صبح صادق، تا صدای اذان شنیدن سر از سجده نبرداشته است. بعد میگه خیست، همین نور روش نور میباره. بیبی رابعه گفت: کیف لیلتک یا اخی؟
برادر اسلامی شب چه خیل گذروندی؟ گفت بخیر الحمدلله. پیش پروردگار با یک عجز، با یک عاجزی و بیچارگی به گردن کج ایستادم. خدای بزرگ میگه گناه ما بخشی، فقبل عذری و غفر ذنبی. گناه ما بخشید، عذرها و بیچارگی ما قبول کرد و ما را به مطلوب و مقصد رسانید. این شب انیک فضیلت ها دارد، خاصتا شبی که ما و شما قرار داریم و اتفاق علما است که الحمدلله رب العالمین این شب شب قدر است، شب 27 ماه رجب. این شب بزرگ، شب عزت، شب سربلندی، شبی را که طاعت عبادت در این شب از 1000 ماه طاعت عبادت که در آن شبهای قدر نباشد پیش پروردگار بالاتر و بالاتر است. برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که این شب قدر برای ما و شما مؤمنان، برای روزداران ماه شریف رمضان، برای قائمین شبهای رمضان به ختم قرآن، شب مبارک، شب قدرشناسی و قدردانی، شب مرتبه و منزلت گرداند. بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز کوشش کنید، همین یک شب است. یک شب روز کردن هیچ اشکال نداره. آخه الحمدلله مردایی هستند که تمام رمضان به بیداری میگذرونن شب و شب، زیرا این غنیمت است و این شب شبی هست که از 1000 ماه طاعت عبادت بالاتر است. شبی هست که تا دمیدن صبح ملائکه های رحمت پروردگار تحت سروری جبرئیل امین علیه السلام در زمین هستند و به بندگان خدا سلام عرض میکنند، به بندگان خدا عرض درود و پیام میکنند. شب چنین در 7 آسمان به رحمت باز، ز خویشتن نفس ای پسر به حق پرداز. چه روزها به شب رفت در هوا و هوس، شب بروز کن آخر به شکر و ذکر نماز. همه قدر شبها را به بیهوده گذرانیدیم، عمر به بیهوده رفت. آخه همین یک شب است از برای خدا، همه شب به شکر و ذکر نماز بگذار. مگوی شب به عبادت چگونه روز کنم، محیب را ننماید شب وصال را روز. بهانه نکن که بچه یک شب تا سحر من چخیل میکرده باشم. دعوای محبت داری برای محیب، شب وصال در روز نیست. همیشه بچه را شب اول بپرسه خواب شو میبره. یگان لوندی متهم مردنی بابش نباشه دیگر شب خواب نمیبره در شب اول شب وصال. و دعوای محبت خدا میکنی همین یک شب قدر شناسی چی مشکلی داره؟ کریم عزوجل غیبدان و مطلع است، گرش بلند بخوانی و گر به خفیه و راز. سری امید فرو دار و روی عجز بمال، بر آستان خداوندگاری بنده نواز. انشاءالله وقت مو به آخر رسید. نعمان ابن منظر پادشاه حرا یک ترجمان پادشاه را، ترجمان خسرو پرویز، ترجمانی که از فارسی به عربی و از عربی به فارسی ترجمه میکرد، گرفت حبس کرد و در حبس خلوت کشت. این شخص عدی ابن زید نام داشت. عدی ابن زید. سبب کشتنش چی بود؟ عدی ابن زید یک دشمنه داشت، یک شخصی متعصب، یک حسدبر، شخصی که حسد میبرد که عدی ابن زید با پادشاهای فارس در یک جا می نشیند، از یک سفرت عام میخورد. باره در نزد نعمان ابن منظر بدگویی کرد نسبت اما عدی ابن زید بیچاره. عدی ابن زید با نعمان ابن منظر مناسبت های خوب داشت. گفت که عدی ابن زید همیشه تعریف و توصیف میکند که پادشاهی نعمان وابسته به من است، من او را پادشاه نگهش داشتم. همین یک ایما کنم خسرو پرویز رو از سری تخت دور میکنه، نابودش میکند. بیچاره او نگفته بود دست میگه پا، اما این حسد بسیار چیزی بد است. لعنت بر این حسودا که بعضا اندیشه نمیکنن، بعضا جنایت های میکنن که در تاریخ داغش میموند. ببینه همین شخص ابن مقرین گفتن یک شخص است، ابن مقرین، عدی ابن مقرین. با عدی ابن زید حسد که داشته است
با واسطه همین حسد کاری کرد که نعمان ابن منذر به غضب اومد. وقتی عدی ابن زید نزد زن فرزندش اومد به حیره، هر سال 3 ماه رخصتیش میداد از پادشاهی ایران، اتروسکش میداد است، می اومد از استراحت میکرده، با میرفت از پایتخت ایران تیسفون. بیچاره ای دفعه بیاید که نعمان ابن منذر که خشم کرده بود گرفت در زندان انداختش، بعد فرمود در همون زندان بوغی کرده کشتنش. از همین حسد بسیار بسیار احتیاط کنی بچه. این نفسی پلید یک خاصیت داره که بعضا شخص میخواهد یا نمیخواهد، اما حسد بغض کینه در دل جوش میزند. او پیغمبرو را خدای تعالی خودش محافظت میکرد از خشم و غضب و کینه و بغض، اما دیگر مردم محفوظ نیستند. بعضا حالتهای میشود که شیطان آدم را وسوسه میکند، بیهوده و بهوده نسبت یک برادر مسلمان حسد میبرد، بدگویی میکند، غیبت میکند. این بدترین خصلت است برادرای عزیز. وای به حال کسی که حسود است. این بیماری حسد تبابت شونده نیست. حسود با همون حسدش میبره اخیر میره، یک تبابت دوره مرگ. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، میگوید آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم ضرب مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تا حق مادری، هین تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چی کرد آخر؟ بگو ای زیشت خو. یک نکسی بدست برادر رو 56 و 54 راه محکم کرده است. بسیار خواهش میکنیم، ما صدها مراتبه التماس کردیم همه کار دیگر تکرار نشود. صاحب ماشین نکسی 56 و 54 خواهش میکنیم تز ماشین تو بگیره که راه محکم کرده. یک شخص مادرش میکشد، با یک کسی دیگر نصیحتش میکنه که آخه رو درگور تو حق مادریش پیش نظر ناوردی، تو نخواه مادری مشتی پرتا بکشی، چرا کشتیش؟ گفت کار کرد کن آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. این بدبخت گفت یک کار کرد که بسیار شرمندگی است، ایرا همون خاک اگر نپوشونش ایرا به هیچ وجه دیگه گناه ایرا پوشونده نمی شود. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این بدبخت گفت دایی برای شیطونی میکرد که انا فلان آدم بکش، انا فلان آدم اینا بای به دولت شده است بکش. برای گپی ایشیده من هر روز یک کس بکشم خونی مردم ده کلا بگیرم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. از او دهمی را بکشم یا برای جانم خلاص شوه، این سبک نیست. به حضرت شرح میتوقی این کشتنی مادر، اگر مادر به هر شکل دموده باشه ممکن نیست. آخی غرض از مادر چی است؟ حضرت شرح میته میگه نفسی تست آن مادری بدخاصیت که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدبخت این همین نفسی پلیدی تای. برای همین انسان از نفسش نزدیکتر هیچی نیست. این نفست ای پدرت هم دوست میداری، از مادرت هم دوست میداری، از همه دوست میداری. حال که انم بدی و بدبختیت همه از حساب همین نفس است. هم بکش او را که بهر این دنی، هر زمان قصد عزیز میکنی. اگر تو این نفس نکشی، اگر تو این پیش راه حسد نگیری، از دست تو یک عزیز دیگه سالم نمیمونه. هر زمان قصد عزیز میکنی. از و این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق با خلق جنگ. از روی همین نفسی پلیدت همین دنیای کشو در نظری تو اینقدر تنگ میشه، نه به حق درست میای به خدا، نه به خلق راست میگیری. ببینه تو گمانی که از فلان من کمترم، می فضایت کمتری بر اخترم. آخه 5 یک خیل نیست بچه. او هیچ کنه بده امروز فلان و بسمدان شده است، گفته این حسد آدم درون به درون میسوزونه. عدی ابن زیدش که یک صغیره فیسیم بد امروز ترجمانی خسروی پرویز شده است، گفته این بدبخت ابن مقرین تلخش کفیده است. خود حسد نقصان عیبی دیگر است،
بلکه از جمله کمی ها کمتر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. همین بدبختی ابو جهل هم بسیار دانشمند بود. این ابوالحکم تخلص داشت. ابوالحکم اصلا نامش عمرو است، ابوالحکمش میگفتند. هر دعوا و جنجال میشد است همین سفید میکرد است، همه رزبورو را همین حل میکرد. آدمای به عقل رزبورو را حل میکنن. اما حسد این که خرش کرد، احمقش کرد. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. بوالحکم نامش بد بو جهل شد. ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اخیر ابوالحکم ابو جهل شد. برای همیشه کوشش کردن در کار که واقعا حسد در همه هست، اما کوشش کردن در کار که سریره همه حسد با عقل، با فراست، با ایمان بگیری، نگذاری که از او یگان رفتاری بد واقع شود. از روی حسد است که بزی میکنن، از روی حسد است که کارهای ناجا و نادرست میکنن، از روی حسد است که آدم فروشی میکنن. همه می از حسد است. قصه کوتاه، عدی ابن زید در زندان نعمان ابن منذر هلاک شد. عدی یک پسر داشت با نام زید ابن عدی. ای بیچاره ای ترسی جانش گرفت است، در حیره زندگی میکرد. نزد پادشاه اومد گریان و فغان کنان که پدر ما کشتن. اگر حجت دلیل هم نیست، ایره اثبات کرده هم نمیشه و که چخیل مثلا نعمان ابن منذر کشت است. اگر بالفرض کشته باشه هم، اگر پادشاه ایران جایی که نعمان ابن منذر مانده است هیچ وقت پشتی یک ترجمان بیچاره را نمیگرفت، یا حکم کلان ماندگی پشتی ایره میگرفت. از اون خاطر بجای پدرش گرفت ترجمان تعیینش کرد، کار میکرد ترجمان. ولی بزرگان میگن دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. همین دشمن اگر اندک هم باشد دشمن جوش بیا زهر شوی چه کنه. زید ابن عدی نسبت نعمان ابن منذر یک کینه سختی، قصاص پدرش در دلش هست. پدرش کشت است، هر کس هم باشد. وقتی که همون خاراکتریستیک را پیشنهاد کردن خسروی پرویز برای کنیز، با سری صحبت اومده مکه. هر سال گفتیم خسروی پرویز همون موافق، یعنی همون خاراکتریستیکای نوشتگی کنیز برای خودش جستجو میکرد. در دست زید ابن عدی همون خاراکتریستیک را داد. گرفت خواند باید که این چند نسخه کنده به هر گوشه و کنار فرستاد. گفت شاها من به همین شکل و صورت یک دختر میشناسم، به نهایت زیبا است، اما میترسم که پدرش نمیتده. گفت او کی بود است که من نمیدود است؟ ولی او شخصی که دخترش من نمیتد مادرش تولد نکرده است. کی است او خودش؟ با گفت نعمان ابن منذر یک دختری دارد با نام حدیقه. آن همین شکل و صورتی که نوشته شده است در همین صفت نامه 100% همون موافقت میکنه. حتی عیده خشوتر است. همیشه زید ابن عدی اندک دروغ گفت. بیچاره او حدیقه سبزینه بده است، با او شکل موافقت نمیکرد، اما ایش زیرک میدونست که هیچ وقت پدرش حدیقه را نمیارد کنیز بده. کی میخواهد؟ شخصی که پادشاه است، سردار یک قبیله بنی لخم کلان است، او مگر راضی میشه که دخترش همچون کنیز پادشاه برای یک سال استفاده کنه با یک کس هدیهش کنه بره؟ میدونستی جوان مرگم که هیچ وقت نمیتش، از همون خاطر خوف نداشت که حدیقه را ببینه و بگه که تو دروغ گفتی. گفتم دختر نعمان ابن منذر عیناً به همین شکل و صورت است. شاه در رو امر کرد مکتوب نویسه به نعمان ابن منذر که با مجرد رسیدن نامه من دخترت حدیقه را زود به پیش ما را بفرست. بیچاره نعمان ابن منذر در یک حالت غلطی، خدا چیکار کنم؟ مصلحت کرد، علاج نیافت، عذرخواهی کرد. آخه این تابع است، تابع پادشاه ایران است. خود پادشاه بود اما تابع پادشاه ایران است. مکتوب نوشت، خیلی عذرخواهی کرده، بعد در ضمن یک جمله را نوشت: این فی مهات العجم لمندوحة الامیر عن سودان العرب. معنیش چی است؟ در عجم این قدر
آهو چشم ها زیاد هستند، آهو شکل ها، یعنی زنایی که چشماشو به چشم آهو میموند، شکلشو به شکل آهو میموند، آنقدر زیاد هستند که پادشاه بزرگوار را از سیاه چرده های عرب قانع میسازند. یعنی پادشاه ایران هیچ احتیاج به سیاه چرده های عرب نداره. این دخترها سیاه چرده هم، سبزینه هم، هیچ احتیاج نداره پادشاه. زید ابن عدی مکتوب خواند، همون جمله را خواند. با گفت نعمان ابن منذر بی‌ادبی کرده است. پادشاه گفت ترجمه که چی گفته است؟ شما ببینید اصلا مهن جمعش مهات گاوی یابایی و گاوی کهی را میگن. انتیلوپا بسیار چشمای زیبا داره. دیده در زبان عربی همچنین مهن یا مهات گفته مادگاو هم میگن، یعنی گاوی مادا. این جوانمرد مادگاو ترجمهش کرد. گفت نوشته است که مگر همون مادگاوهای عجم برای تو کفایت نمیکند که تو سید زاده های عرب طلب میکنی؟ کلمه سودان این بیچاره به معنای از سواد گرفته است، سیاه یعنی سیاهک، مقصد سبزینه، اما این سود به معنای سید هم میوید. ای گرفت سید ترجمهش کرد، یعنی گفت که همون مادگاوات برات کفایه است، تو چی سید زاده های عرب طمع میکنی؟ وقتی این را ترجمه کرد در نزد پادشاه خون در سرش زد. گفت نعمان ابن منذر را بگیره بیاری. آخران پادشاهی حیله که هست برای همون قصهش مفصل آوردیستم. بیچاره دیگه در تشویش ماند، میدونست که اگر برم یگون بلادا گرفتار رو میکنه. حالی نمیدونه که تو کدام درجه مسئله جدی است. به هر وجه نزد قبیله آل شیبان رفت و با سردار قبیله هانی ابن مسعود که یک جوان مردی بود، فرزندای خودش مال و اموال خودش به امانت گذاشت و خداحافظی کرده. آمد نزد پادشاه. به یک روایت پادشاه گرفت در زندان پرتافتش که در زندان مرد. بر روایت دیگر که شاید درست‌تر باشه در زیر پای فیل‌ها پرتافتش. فیل‌ها لگد کردن، کشتنش، پچکش کردن. ببینید دشمن اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. چی بسا می شود که یک مرچک احوال فیل بد میکنه. از همین خاطر است که بزرگان میگن اگر 100 دوست داشته باشی کم است، اما یک دشمن زیاد است. اما چی کنیم که در این دنیا با به دشمن هم نمیشید است. پس به همین پادشاهی هیره نیست شد. جای نعمان ابن منذر در ابتدا یک شخصی را با نام ایاس ابن قبیسه تایی گذاشتن. ای از قبیله بنی تی معروف است. قبیله بنی تی احمد شنیده، با نام حاتم تی احمد میشناسه. اما او بیچاره مدت زیاد پادشاهی نکرد. 1 سال 2 سال پادشاهی کرد. شکست خورد از امو هانی ابن مسعود. وقتی که خواستن زن و فرزندانی که را طلب کنن گیرن، امو حدیقه را خواستن که طلب کنن گیرن. او هانی ابن مسعود هم بسیار جوانمرد بود، از گفت این امانت است، من به شما تسلیم نمیکنم. بر ضد پادشاه ایران برخاست. در جنگ در یک موضع با نام زیقار نزد چاه زیقار بار اول در تاریخ عرب ها عجمی ها را شکست دادن. در همینجا مغلوب کردن. قشون ایاس ابن قبیسه تایی را که لشکرش از لشکر عجم عبارت بود. بعد از او دیگر پادشاه در هیره یک ایرانی رمان با نام آزادبه ابن مردان بنداد در همونجا دیگر پادشاهی کرد تا زمانی آمدن اسلام و تا زمانی آمدن خالد ابن ولید. و خالد ابن ولید همه او چپگردان کرد. و آخران پادشاهی حیره، پادشاهی عربی به همین شکل صورت عاقبت اجلش رسید، دنیای فانی را بدرود گفته رفت.